برای ما این هفته روزهای بسیار سختی بود، به طوری که ما مجبور شدیم در منزل بمانیم و شب نون و پنیر خوردیم. والده محسن آقامان هم میگفت حاج آقا چرا نمیری داستان این خانم اشرون رو سر و سامونی بدهی که بنده سریعا اقدام کردم و به عاشق فری زنگ زدم. البته دوستان در وزارت خارجه سادگی کردن و گزک رو دادن. بهشون پیغام دادم که خانم اشرون روسری رو خوب اومدی و انصافا هم بهشون هم می اومد و هم می رفت، ولی کمی برای ملاقات های پنهانی بیگدار با آب زدن که حالا باید ما عجوزه و مجوزه و حرف های نامربوطی که به ایشون زدن رو جمع کنیم. ولی خب اینها همش آش زهر خاله است و اونی که باید بدونه خودش میدونه که ما از مصلحت نظام و عمامه پرفضیلت خودمون کوتاه نمیاییم. یاد اون روزها به خیر که امام همیشه به بنده میفرمودن لاکن اکبر جان. بله، ایشون کمتر از جان به من نمیگفتن، بله میگفتن اکبر جان. این که شما در زمینه زهرخور کردن ولایت مهارت ویژه‌ای دارید بحثی درش نیست، اما طرفتو بشناس آقای خامنه‌ای بنیه‌ای نداره. بله امام میفرمودن.